رگلامنت های تکنیکی اینها حجت های معیاری تکنیکی طلباتشان حتمی است که در دوره طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره با معیارضروری تکنیکی تهیه و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شدند. البته امروز طلبات زمان معاصر است که توجه بیشتر به بی‌خطری محصولات داده می شود و قبلا استانداردها بودن و حاضر هم هستند. البته فرقیت رگلامنت تکنیکی از استاندارد در این است که طلبات استاندارد اختیاری است. طلبات رگلامنت تکنیکی باشد در سمت بی‌خطری حتمی است. برای همین امروز همه قریب دولت هایی که مخصوصا دولت های پس از شوروی که ما با یک استانداردها کار میکردیم، استانداردهای دوران شوروی و همچنین حاضر هم استانداردهایی که هستند، استانداردهای همسان، بله، همکاری داشتیم